آیا واقعا شما اینو تجربه نکردین که از صبح که از خواب بلند میشیم چشامونو باز میکنیم این تو حرف میزنه، یکی حرف میزنه. تجربه نمیکنین اینو؟ تجربه میکنین. حرف میزنه، یک دائم اینجا حرف میزنه. از صبح که چشتون رو باز میکنین، از تخت میایین پایین داره حرف میزنه. میرین یه دوش میگیرین حرف میزنه. صبحونه رو آماده میکنین داره حرف میزنه. وسایل آماده میکنین برین سر کار داره حرف میزنه. تو ترافیک این حرف میزنه. میرین سر کار شب دارین برمیگردین حرف میزنه. 11 شب بیهوش خسته جنازه دارین حرف میزنه هنوز و شما میخوابید. حرف میزنه. الان فکر کنم همه میدونین که ما داریم راجع به چی حرف میزنیم. همه میدونین. جلسه پیش عرض کردم شما الان ظاهرا دارین به من گوش میکنین ولی واقعیتش اینه که گوش نمیکنین. شما دارین به اون گوش میکنین، به اون گوش میکنین. اون همزمان داره اونجا حرف میزنه، میگه آره راست میگه، اینجاش جالبه، اینو اونجوری من اینجوری حرف میزنه. همین الان داره حرف میزنه. یا یه جاهایی میگه نه دیگه اینجوری هم که این میگه نیست. حرف میزنه، هی قضاوت میکنه، هی تعریف میکنه. کارش اینه، کارش همینه. و آیا به این دقت کردین تا حالا که همیشه درباره مشکلات، آرزوهای برآورده نشده، موانعم، مسائلم حرف میزنه؟ آیا شده از صبح بلند شین حرفای خوب به شما بزنه؟ همش امید بخش حرف بزنه، حسای خوب بهتون بده، همینطور حرف به راجی مثبت بکنه شده؟ میشه؟ معمولا منفی حرفا، از گرفتاری‌ها، سختی‌ها، مسائل، مشکلات، موانع، اینا هموناست. و مثل که نوار دکمه‌شو زدن لوپ شده. هر روز صبح بلند میشیم همون افکار میان دوباره. لوپه، این لوپ تکرار میشه، تکرار، غیر ارادی، ناآگاهانه، غیر هدفمند، به هیچ هدف راستینی واقعیت نمیبخشد، بیهوده است. ما میخوایم اینو ببینیم، ازش عبور کنیم. شکل زندگی کلاً تغییر میکنه. نکته مهمتر و خطرناکتر پاراگراف پایینه. این از این ورهای حرف میزنه، داستان تعریف میکنه که اغلب منفی است و بدن این داستانها رو باور میکنه. بدن این داستانها را باور میکند و نسبت به آنها واکنش نشان میدهد. چرا که برداشت ذهنی ما برای بدن واقعی تر از رویدادهای بیرونی است. به یه عارف بزرگی میگن تو همه چی رو میدونی، تو کی هستی، تو چی هستی؟ میگه من بیدار هستم. میگن بیداری چیست؟ میگه پایان رنج است.